کاراساز خوش اومدین. آموزش کار با کامان بلاک چطوری ازش استفاده کنیم اینا. خب شاید بگید که خواهی چیه که برای چی نگوشت اصلا به چه دردی میخوره. عرضم به حضورتون که یک سری از دوستان خیلی آشنایی با کامان بلاک ندارن و گفتم برای اونا بزنیم. خب اوکی. برای گرفتن کامان بلاک حتما باید کریتیو باشید و چیتان، یعنی این گزینه فعال باشه دوستان. برای گرفتنش بعد اون که چیتا فعال بوده اینا بزنید خط گیب ادساین پی حالا اسمتون بلاک. 3 نوع داره کامان بلاک. کامان بلاک معمولی، کامان بلاک چین، ریپیتینگ، هم کامان بلاک ریپیتور. الان ما یکی بزنیم یکی دیگه گرفتیم. بله دوستان هم چطوری هست. خب این کامان بلاک معمولیه با کل چیزاش که برای اصلا نیست. اینم که چیزی ببینید اینجا رنگش رو میتونید انتخاب کنید که حالا دونه به دونه کامان بلاک ها رو جدا جدا چیز میکنید. ببینید اینجا اسم کامان بلاک بنویسید، مثلا محمد. یه لحظه بعد آره مثلا خب ببینید هم اینجا اسمش میاد. مثلا یک کامند اینجا وارد میکنید. خط 3 یک کامند خیلی راحت همین الان فکر کنم یاد گرفتید. خط 3 که نویسید ببینید همین خط 3 بعد متنتون رو. الان یه دکمه نیاز دارید. ببینید نوشت پلاس محمد علی رضا مثلا چه میدونم مثلا سلام. دید از این ببینید الان اینجا رنگش میتونه انتخاب برای همه چی. ببینید نید ردستونز یعنی برای فعال شدنش به یه دکمه یا یه ساختار ردستون نیاز داره، ولی آلویز اکتیو یعنی همیشه فعال. خب مثلا ببینید اما اگه اینو آلویز اکتیوش کنیم کار نمیگه، چون که آلویز اکتیو فقط برای رنگ آبی و بنفشه. خب ما الان میریم سراغش. چی؟ به هیچ اونو خودش تنهایی کار نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه باید یه کامان بلاک معمولی پشتش باشه. برای هم که این کار بده حتما باید دوهای اینا اینطوری باشه. وقتی که اینطوری بمیسید نگهانید این به اینه. ببینید فلشاش رو اینطوریه. 100 تا کامان بلاک دیگه هم که خواستید بذارید الان اون رو هم انگوشت چین. خب بله دوستان این کاری که کردیم الان شما میتونید از دو نوع کامان بلاک برای فعال کردن این استفاده کنید. یکی این رنگ زرده و یکی هم اون رنگ بنفشه ریپیتو. حالا این هم مثلا می نویسیم چی حالا بگید همون محمد میذاریم، یه پلاس هم میذاریم که با اون یکی بشه. حالا مثلا اینجا نویسیم که خط 3 مثلا چطور نه چیز مثلا علیرضا سلام میشه. الان ببینید به صورت جدا جدا آورد. خب تا اینجای کار رو انجام دادیم. حالا بریم سراغ ریپیت. رنگش آبی میکنیم.
دوباره میفرست. الان نمیدونم چه وقت راه گرفتنه و بله. و گاهی وقتا مثلا این مشکل برای تمام پلیرها پیش اومده که کامند بلاک کامند بلاک ریپیت رو فعال کردن. مثلا نوشته بوده تیپی پلیر، نه تیپی مثلا ادساین پلیر چی، تیپی ادساین پی مثلا به 3-2-0-1. بعد چون این ریپیت بوده هی اونجا تیپی شدن و کلا دیگه نمیتونستن هیچ کاری بکنن، فقط هی اونجا تیپی میشدن. برای حل کردن این مشکل وقتی که این اتفاق افتاد ما باید بیایم البته همین کارو بکنم. ریپیت هی داره پیام میاد غیر فعالشون باز میاد توی مپتون. سری میرید ستینگ، این پایین کامند بلاکس اینا بیلد رو غیر فعالش میکنید و دیگه هیچ پیامی نمیاد و کلا کامند بلاک غیر فعال شده. الان مثلا ما میایم کامند از تو اینجا پاکش میکنیم، اصلا اینو از آلویز اکتیوی در میاریم کلا غیر فعال بشه. صحبت کریتیو چیه الان که فعالش کنیم دیگه پیامی نمیاد. خب بچه‌ها ممنونم که تا آخر دیدید. بدرود.